و خواهران عزیز، وقتی قلب انسان گشوده می شود، دیگر غم های دنیا، دیگر مشکلی های دنیا، دیگر سرسانی های دنیا او را اذیت نمی کنند. چگونه که پیامبر را وقتی نگاه میکنیم، این گشاده شدن قلب پیامبر سبب شده بود که پیامبر با این قلب گشاد خود تمام مصیبت های دنیا را حل کرده بودند. پیامبر پدری هستند که 6 فرزند خود را به قبرستان ماندند، به گورستان ماندند، خود گورانیدند. پیامبر شوهری هستند که در وقتی که کودکای معدهشان در دستشان بود، همسر بهترینشان خدیجه رو از دست دادن. پیامبر کودک بودن که هنوز به دنیا نآمده پدرشان رفتن و اکنون از مهر مادر وقتی که میخواستن سیراب شوند، مادرشان از دنیا رفتن. هم یتیم، هم از دست داده پدر چند فرزندی خود را، هم شوهری که کودکای معده‌اش در دستش است و همسرش مرد، و هم وقتی که در کنف یا گفتیم در حمایت پدر بزرگش بود، پدر بزرگ خود را از دست داد. و این چونین بیرون شدن از وطن خود، این تمام مصیبت های دنیا را، یعنی مصیبت نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم ندیده باشند، اما صحابه ها چی میگویند؟ کسی را مثل پیامبر ندیدیم که زیاد چهره گشاد داشته باشد، همیشه در لبانش تبسم بود. و سبب اینها چی است؟ گشاده شدن قلب. یعنی باید هر مؤمن از پروردگار دعا کند که پروردگار قلب ما را بکشا. چگونه که موسی چی گفتند؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. وقتی الله گفت موسی تو باید بروی به نزد فرعون، پادشاهی که در آن زمان خود را خدا اعلان میکرد، او را دعوت کنی، یعنی به اسلام دعوت کنی، اولین دعای موسی این بود که رب اشرح لی صدری، پروردگارا من این کارو کرده نمیتوانم مگر اینکه تو دل مرا بکشایی. وقتی دل انسان را پروردگار میکشاید، بجز اینکه پر از حکمت و پر از محبت و پر از مهربانی میشود، پر از شجاعت هم میشود. و تمام این خصلت ها را پروردگار در قلب بنده اش محمد جای کرده بود. و چی میگوید؟ محمد این ما هستیم، یا این من هستم پروردگار تو که قلب تو را کشادم. و باید مؤمن یقین بداند وقتی تمام نعمت های دنیا در دست شما هست، از خانه و از عائله و از ماشین و دیگر از همه چیز، اما قلب شما گشاده نیست، یا گفتیم قلب شما آرامش ندارد، هیچ چیز در چشم شما نمایان نمی شود. هیچ چیز در چشم شما نمایان نمی شود. خوشبختی قلب است که آنهایی که قلب آرام دارند یا قلب خوشبخت دارند، هیچی نداشته باشند هم همیشه در آنها تبسم می بینید، هیچ چیز نداشته باشند هم در آنها آرامش می بینید. پس کشاینده قلب ها این پروردگار یگانه است که باید این دعا را بکنیم مثل موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی